سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. المپیک مارسل باشد با رنان لودی از اتلتیکو مادرید بر عوض 13 میلیون یورو شرطنامه امضا کرد و دفاعگر در فرانسه 5 سال خدمت میکند. دفاعگر 25 ساله که موسم اخیر را در ناتینگهام فورست طریق اجاره میگذرانید در تیم نوش تحت رقم 12 برآمد میکند. بر زمین پرداخت 13 میلیون یورو همچنین مادریدی ها می توانند 20% از حق فروش منبعه بازیگر برزیلی را به دست دارند. رنان لودی خود در صف اتلتیکو مادرید 118 بازی گذرانیده است. سابق بازیگر بارسا هرچند به نزد مسی رفت ریال مادرید باشد، دفاعگر خیسوس والیخ را به اجاره به گرانادا روان کرد. دفاعگر 26 ساله در موسم در تیم نوش یک موسم گذراند. اصلا والیخ به صف ریال سال 2015 گزارش کرده این اجاره هم برایش پنجمین به حساب می رود. پیشتر او را به سراگوسا، اینتراخت، وولورهمپتون و خود گرانادا روان کرده بودند. این هم از آن می گوید که تا انجام مهلت شرطنامه‌اش با ریال والیخ را باز به کجایی که معقول است فرستاندن میگیرند. دسته کاتالانی ژیرونا باشد یانخل اررا از منچستر سیتی خریداری نمود و با نیم حمایتگری 25 ساله ونزوئلاگی تا سال 2025 شرطنامه بست. اررا در موسم قبلی در خود ژیرونا در اجاره بود و با پسند یافتن به کاتالونیا اخیراً در اسپانیا میماند. دسته پرتغالی سپورتینگ باشد از خریداری حمله‌ور منتخب شوئیسریا ویکتور دیوکرش بر عوض 24 میلیون یورو رکوردی اعلان نمود و شرطنامه با بازیگر تا سال 2028 مهلت دارد. حمله‌ور کوونتری و منتخب شوئیسریا در 49 بازی‌های موسم قبلی چمپیونشیپ با زدن 21 گل و ارسال 12 پاس گلی دست یافته است. 24 میلیون یورو از جای برآوردن پرتغالیا در این دور و زمان احتمالاً معنای آن را دارد که بعد 2 سال شوئدی بر عوض 5 میلیون یورو به جانب پولداران روان کرده می شود. گپ که در مورد گزارش‌های فوتبال ایتالیا رفت، اول باید از چخانی اینتر گفت که زیرا در اجرای این تیم هفته قبلی 2 ترانسفر عملی شد. نخست اینتر مارتین ساتریان را به برست به اجاره روان کرد. این حمله‌ور هم سال 2022 در تیم فرانسوی برآمد میکرد و تا آخر موسم در چمپیونات فرانسه تحت رقم 7 برآمد میکند. همچنین اینتر دروازه‌بان 29 ساله با نام رافائل دی جنارو را از سری C آورد. دستپرور خود اینتر موسم قبلی در صف گوبیو از سری C برآمد میکرد. در سیستم باشگاه اینتر باشد این دروازه‌بان از سال 2002 تا 2019 بوده موسم‌های اخیر در تیم‌های کاتانزارو، پسکارا و گوبیو گذرانیده است. برای اینتر باشد دروازه‌بان از دیویزیون سوم چی لازم شده باشد هیچ کس نمی‌داند. قهرمان فعلی ایتالیا با نام ناپولی باشد باز هم دروازه‌بان پیرلویجی گالینی را به اجاره گرفت و اکنون میتواند بعد مهلت اجاره‌ای بر عوض 7 میلیون یورو خریداری کند. بر اجاره گالینی ناپولی 400,000 یورو پرداخت نموده در سطح تیم ناپولیتانی باشد. دروازه‌بان 28 ساله موسم قبلی 4 بازی گذرانید ولی برای روز مبادا باشد در کار می شود. در فرانسه باشد این مورد PSG به قول خپ است ولی دیگران سرکارند. مثلا استراسبور با دفاعگر منتخب کات دیوار اباکار سیلا از بروگه بر عوض مبلغ رکوردی 20.2 میلیون یورو شرطنامه امضا کرد. باید گفت که مالکان چلسی این باشگاه را 4 هفته پیش خریده بودند. شرطنامه با بازیگر 20 ساله باشد مهلت 5 سال را دارد. این هم در حال است که مبلغ گزارشی طریق 10 میلیونی 2 مرتبه در سالهای 23 و 24 پرداخت می شود. همچنین بروگ 10% مبلغ از فروش منبعه بازیگر را به دست می آورد. همچنین نباید فراموش کرد که بهترین نشانزن تیم لانس لایک اپیندا به صف لیپزیگ گزارش نمود و تیم علاقه سابقش باشد 46 میلیون یورو به دست آورد. قرارداد کاری تیم آلمانی با بلژیوی 23 ساله 5 سال را در بر میگیرد. لایک اپیندا 21 گل در 38 بازی موسم قبلی لیگ یکم به ثمر رسانیده بهترین نشانزن لانس گردید. خود لانس باشد بعد 3 سال آمدن به لیگ یکم به لیگ قهرمان‌ها را خط گرفته بود ولی بعد رفتن چنین حمله‌وران در لیگ قهرمان‌ها لانس مهمان خواهد بود.
نسبت فوتبال آلمانی که سخن رفت درباره بلژیم هم باید گفت. برادر قهرمان جهان الکسیس مکالیستر کوین مکالیستر به صف یونیون رفت. باشگاه بلژیوی اوید گزارش دفاعگر 25 ساله از آرژانتینیوس جونیورز اعلان نموده با تیم نوش شرطنامه 3 ساله امضا کرد. کوین مکالیستر برادر نیم حمایتگر لیورپول الکسیس مکالیستر و پسر سابق بازیگر بوکا جونیورز و منتخب آرژانتین کارلوس مکالیستر می باشد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.